همچنین نسرین ستوده که بعد از چند روز که تحت شدیدترین اذیت آزارها مقاومت کرد و دست به اعتصاب غذا زد، الان چند روزی است که از وضعیت ایشون اطلاعی در دست نیست و جمهوری اسلامی سعی میکنه که با پرده پوشی و مخفی نگه داشتن وضعیت نسرین ستوده یک بار دیگه سعی کنه اعتراضات جهانی رو مسکوت نگه داره، ولی به این صورت نیست و باید بدونه که تمام دنیا لحظه به لحظه تمام وضعیت زندانی‌های سیاسی رو دنبال میکنن و با خبر هستن. تمام کسانی که برای خواسته ها و مطالبات اصلیشون دارن مبارزه میکنن، جمهوری اسلامی با شدیدترین وضع، با شدیدترین شکنجه ها با اینا برخورد میکنه. فعالین کارگری، فعالین جنبش مدنی، فعالین جنبش آزادی خواهی، فعالین جنبش زنان، کودکان، مگر کسایی که برای فعالین جنبش کارگری دارن مبارزه میکنن چی خواستن؟ حق تشکل میخوان، حق بیمه میخوان، حق ازدیاد حقوق میخوان. فقط برای اینکه بخوان کوچکترین خواسته‌هاشون رو مطرح کنن، دستگاه سرکوبگر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی با شدیدترین برخورد، با شدیدترین وضعیت با اونو برخورد میکنه. ما اینجا تجمع کردیم که با صدای اعتراض خودمون به جمهوری اسلامی بفهمونیم که ما هیچ وقت مسکوت نیستیم، هیچ وقت ساکت نمیشینیم و قویاً خواهان آزادی تمامی فعالینی که در بند هستند، زندانی‌های سیاسی و تمام کسایی که برای خواسته‌ها و مطالباتشون در سیاه‌چال‌ها و در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی تحت اذیت و آزار هستند، خواهان آزادی همشون هستیم. مرگ بر جمهوری اسلامی! زندانی سیاسی آزاد باید گردد. 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 تعدادی از عزیزان اسامیشون یادداشت شده که میخوان سخنرانی کنن. پناهندگان بی‌مرز، امروز 17 نوامبر جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی جمع شدیم که خشم و اعتراض خودمون را از جهنم موجود در ایران که ناشی از بگیر و ببندها و اعدامها است ابراز کنیم. حکومت رو به زوال اسلامی ایران تنها در چند روز گذشته 10 نفر را اعدام کرده است و این اعدامها که بعضاً در ملأ عام صورت میگیرد هدفی جز ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت ندارد. قتل ستار بهشتی و جمال سویدی در زندان بر اثر شکنجه در روزهای اخیر و افشای آن توسط رسانه‌های بین‌المللی رژیم منحوت اسلامی ایران را به وحشت انداخته، به طوری که خود به غلط کردن افتاده است و علیه هم رجز می‌خوانند و همدیگر را افشا می‌کنند. همین موضوع بیانگر این است که جنایتکاران خود تا چه حد وحشت زده‌اند. ما خواهان این هستیم که اعدام‌ها خاتمه داده شود. همچنین خواهان حذف مجازات سنگسار، حذف شکنجه در زندان‌ها هستیم. ما علیه فقر و فلاکتی هستیم که حکومت ضد بشری اسلامی در ایران گسترده است و همچنین خواستار آزادی همه فعالین سیاسی از زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی هستیم. ما خواهان نجات نسرین ستوده ها هستیم و همه اینها فقط با سرنگونی این رژیم پست آخوندی و حکومت ننگین اسلامی میسر است و بس که با توجه به شواهد امر چنین روزی به زودی فرا خواهد رسید. سرنگون با جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. سخنران بعدی از طرف حزب کمونیست کارگری حکمتی است، آقای سیوان کریمی. وقت بخیر خدمت شما دوستان و رفقای گرامی. حکومت جمهوری اسلامی نزدیک به 3 دهه است که با سیاست‌های سرکوبگرانه، زندان، شکنجه و اعدام فعالین و
سیاسیون ایران به زندگی خود و سیاست‌های پس خود ادامه می‌دهد و نمونه آخر این موضوع رو می‌توانیم به قتل ستار بهشتی در زندان رفع بدیم. زندانی سیاسی که تنها برای کسب نان و گذران زندگی خود و حق اعتراض ساده به زندان اوین منتقل شد و در اونجا زیر شکنجه‌های سخت اداره اطلاعات کشته شد. ما به شدت این سیاست سرکوبگرانه رژیم رو محکوم می‌کنیم و امیدواریم که روزی برسد که تمام فعالین سیاسی و تمام گروه‌های سیاسی بتونن آزادانه و فعالانه در درون ایران به فعالیت‌های خودشون بپردازند. مرگ بر جمهوری اسلامی! زنده باد حکومت کارگری! مرگ بر جمهوری اسلامی! زندانی سیاسی آزاد باید گردد. حکومت ضد زن نمیخوایم. حکومت ضد زن نمیخوایم. آقای محسن بغدادی. با سلام و خوش آمد. من از طرف سازمان سراسری پناهندگان بی‌مرز امروز در کنار دوستان آزادی خواهم مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران ایستاده ایم تا تنفر و اعتراض خود را نسبت به اعدام‌های اخیر و تصمیمات ظالمانه‌ای که به ملت شریف ایران تحمیل می شود نشان دهیم. شاید صدایمان به گوش دولت مردان و نمایندگان حقوق بشر برسد و نسبت به این همه ظلم و ستمی به دادخواهی ملت ایران بشتابد. حاکمان رژیم اسلامی با نام اسلام بر ملت می‌تازند و زندگی را بر ملت شریف غیر ممکن و آشکارا حقوق ملت را نقض می‌کنند. ثروت ایران صرف راه اندازی جنگ در کشورهای اسلامی می‌شود. وقتی ملت لب باز کنند سرکوب می‌شود. شکنجه، زندان، اعدام، سنگسار جزئی از زندگی روزمره ملت ایران شده. به امید ایرانی آزاد و آباد، رفاه و برابری برای همه ملت ایران. سرنگون با جمهوری اسلامی و مریدانش. 17 نوامبر 2012 محسن بغدادی، استکهلم. سخنران بعدی آقای محمد عابدیان از طرف تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری حکمتی است. محمد باقر عابدیان هستم، عضو حزب کمونیست کارگری حکمتی و فعال سیاسی هستم. جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر جنایت‌های مخفیانه‌اش را در مقابل افکار عمومی دنیا و ناظران بین‌المللی سرکوب و زندان و تجاوز آشکار حکومت اسلامی به حقوق اولیه مردم ایران نتوانسته پرورش شود. خبر کشته شدن ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویسی که در زیر شکنجه قاتلان رژیم جانباخت یک بار دیگر مردم ایران را به غم و اندوه فرو برد. ترور و کشتار مخفیانه مخالفان در طول حیات رژیم همراه با شکنجه و زندان و اعدام‌های علنی یکی از روش‌های رژیم برای حفظ فضای رعب و وحشت و ایجاد خفگان و خفه کردن صدای اعتراض مردم ایران است. همین امروز صدها فعال سیاسی، وبلاگ‌نویس، کارگر معترض، زنان فعال برای برابری، وکیل و خبرنگار به انواع جرایم ساخته شده دستگاه رژیم سرکوب و قانون‌گریزی رژیم در شرایط غیر انسانی در زندان‌ها به سر می‌برند.
زنده باد آزادی، زنده باد برابری. امروز ما اینجا جمع شدیم جلوی سفارت ننگین جمهوری اسلامی ایران که این عمل جنایتش رو که ستار بهشتی رو به قتل رسونده محکوم کنیم و به مادر و خانواده ستار بگیم که اگر ستار رفت شما ستارهای دیگه ای دارید که راهش رو ادامه میده. این نامه‌ای که هستش از زبان تک تک ما ایرانیای خارج از کشور تقدیم میشه به مادر عزیزمون، مادر ستار بهشتی. مادر عزیزم، سلام گرمم را در این هوای بس ناجوان مردانه از راه دور با قلبی شکسته و عزادار پذیرا باش. مادرم، این نخستین بار نیست فرزندی از فرزندان تو را کشتند و آخرین بار نیز نخواهد بود، زیرا به وسعت تاریخ در این سرزمین مسخ شده آزادی را جز خون عزیزترین فرزندان این آب و خاک بهایی نبوده و نخواهد بود. مادرم، پیش از ستار عزیز پرپر شدن هیچ گل دیگری چون ندا و سهراب و فرزاد انسان قلب مرا به درد نیاورده بود و وجودم را بدین گونه به آتش نکشیده بود. خدای را شاهد میگیرم که با هر ناله‌ات خون گریستم و با هر شعله آتش درونت هزاران بار سوختم. مادرم، ماها بود که ناامیدی بر پا و پود و جانم چیره شده بود. دیگر توان نوشتن را در خود نمیدیدم. قلم را به کناری افکنده بودم و قلب در سرخوردگی و سکوت مرگ را به انتظار نشسته بودم. اما مادرم، آتشی که فرزندت به قلبم کشید ققنوس‌وار گردبار مرا از من به در آورد و به من زندگی دوباره بخشید و تار و پود و جانم را با رشته های امید دگرباره در هم تنید. ستار به من راه را نشان داد، او رو من راه آزادی را شکستی نیست. یا به مقصد خواهیم رسید و در هوای آزادی تنفس خواهیم کرد و یا در این راه جانمان را تقدیم می‌کنیم و با روحی آزاد از قفس اسارت پر خواهیم کشید و در این هر دو جز پیروزی نخواهد بود. مادرم، سوگند به قطره‌های اشکت، سوگند به قطره‌های خونش، سوگند به نام آزادی، سوگند به سره‌داران سربلند، به نام و یاد و راه شهیدان وطن، به ذره خاک ایرانم، به قطره خلیج همه شفا، به قلب‌های شکسته و دستان قلم شده شکسته دلان. مادرم، سوگند به لحظه شیرین نفس کشیدن در هوای آزادی و لحظه آمدن و رفتن آخرین نفس در راه آزادی. مادرم، سوگند به آه‌های شبسوز مادران سوگوار و دلهای شکسته پدران بار که با تو پیمان می‌بندم. که راهش ادامه خواهیم داد. دیگر